درود، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. فرشادم از نام رستمی، کارشناس بیمه آلیانس. خوشحالم که این ویدیو رو نگاه میکنید. کسایی که شرکت آلیانس رو نمیشناسن شاید حداقل یک بار اسم این شرکت رو ولی شنیده باشن. شرکت آلیانس بزرگترین شرکت بیمه اروپا و دومین شرکت بزرگ بیمه دنیاست. اینکه آلیانس چقدر سرمایه داره شاید دقیق مشخص نیست، ولی آخرین چیزی که اعلام شده نزدیک به 3000 میلیارد یورو سرمایه این شرکته. شرکت آلیانس توی آلمان بیش از 8000 فرتقیتا یا نمایندگی داره و مجموعاً بالای 28000 میتاربات یا کارمند داره. یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها توی کشورهای اسکاندیناوی، اروپا، آمریکا و حتی آسیا است که بیشتر توی پروژه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری میکنه. خب فکر می‌کنم به همین اندازه در مورد آلیانس کافی باشه. حالا می‌خوایم ببینیم اصلا چه بیمه‌هایی توی آلمان وجود داره. اصلا چه بیمه‌هایی به درد ما می‌خوره، چه بیمه‌هایی رو باید داشته باشیم، چه بیمه‌هایی رو لازم نیست فعلا داشته باشیم. قبل از هر چیزی از روی تجربه می‌خوام یک مورد رو بهتون بگم. دو دسته از افراد احتیاج به بیمه ندارن. یک، افرادی که اون بیمه به دردشون نمی‌خوره. مثلا یک شخصی که ماشین نداره مسلما احتیاج به بیمه ماشین نداره. یک شخصی که خونه نداره مسلما احتیاج به بیمه خونه نداره. و دسته دوم افرادی که خیلی ثروتمندن، یعنی اگر اتفاقی بیفته دست میکنن تو جیبشون، حساب بانکیشون و پول کامل پرداخت میکنن. ولی در غیر این صورت بیمه لازمه. چون شاید خیلی از ماها از توی کشور خودمون شاید خیلی خاطرات خوبی از شرکت‌های بیمه نداشته باشیم، همون طرز فکر رو هم اینجا داریم. توی این هیچ شکی نیست که شرکت‌های بیمه مثل کازینوها میمونن، برد و باخت داره. همونطور که شما اگر یک خسارتی ببینید، شاید فردای روزی که قرارداد بیمه‌تون رو بستید، شرکت بیمه موظفه که اون خسارت شما رو پرداخت کنه. شرکت بیمه زمانی برد میکنه که شما قرارداد رو ببندید و چندین سال برای شما و برای اون چیزی که بیمه کردید اتفاقی نیفته. پس یه معامله وین وینه. شما پول رو پرداخت میکنید و خیالتون راحت اگر اتفاقی بیفته دیگه لازم نیست از جیبتون چیزی رو پرداخت کنید. حالا ببینیم چه بیمه های اصلا در آلمان وجود داره. من اول فقط عنوان بیمه ها رو میگم و بعداً در ویدیوهای بعدی در مورد هر بیمه به طور کامل و مفصل صحبت میکنیم که اصلا به چه دردی میخورن، چه خدماتی دارن، بهتره که داشته باشیم نداشته باشیم. برای بعضی از بیمه ها واقعا نمیشه اسمی به فارسی پیدا کرد، واسه همین باید کلمه به کلمه یک معنی رو درست کرد برای اینکه قابل فهم باشه به زبان فارسی. خب معروف ترین بیمه‌ای که وجود داره بیمه Kfz-Versicherung یا همون بیمه خودرو هست که شامل بیمه شخص ساله، یعنی چیزی که باید همه داشته باشن، و بیمه نیمه بدنه و تمام بدنه است یا همون تایل کاسکو و فول کاسکو. بیمه مهم دیگه‌ای که وجود داره بیمه پریوات هافتپفلیشت، یعنی همون بیمه مسئولیت افراد که اگر شما یا خانواده شما به شخصی یا وسیله شخصی آسیبی وارد کنن، بیمه خسارت رو پرداخت میکنه. طبق قانون اساسی آلمان میزان خسارتی که به اشخاص وارد میشه میتونه مرز و حد نداشته باشه و شخصی که این خسارت رو وارد کرده موظف مادام العمر تا انتهای اون خسارت این هزینه رو به اون شخص خسارت دیده پرداخت کنه. پس بیمه مسئولیت شخصی یکی از مهمترین بیمه هایی که توی آلمان وجود داره و من فکر میکنم قریب به اتفاق کسایی که توی آلمان هستن این بیمه رو دارن. بیمه دیگه ای که وجود داره بیمه رشوتسه یا کمک هزینه وکیل و دادگاه. به این صورت که اگر کار شما بنا به دلیلی به وکیل و دادگاه برسه، هزینه وکیل و دادگاه رو بیمه پرداخت میکنه که در این مورد هم مفصل توی ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم که اصلا چه چیزایی شاملش میشه و چه چیزایی کلا توی آلمان ausgeschlossen از این بیمه، یعنی شامل این بیمه نمیشن. هیچ گزلشافتی و هیچ شرکتی توی آلمان اینها رو شامل نمیشه. بیمه دیگه که وجود داره بیمه هاوسخاته، یعنی وسایل منزل شما رو در برابر سرقت، دزدی و آتش سوزی بیمه میکنه. بیمه دیگه که وجود داره Gebäudeversicherung، برای کسایی که صاحب خونه و مالک هستن یه جورایی میشه گفت یه اجباره. بعید میدونم کسی توی آلمان مالک خونه باشه و بیمه Gebäudeversicherung نداشته باشه که اگر خسارتی به ساختمون اون شخص وارد بشه این بیمه خسارت رو پرداخت میکنه. یکی از مهمترین بیمه های دیگه‌ای که وجود داره بیمه بازنشستگی خصوصیه، مخصوصا برای خارجیایی که دیرتر وارد آلمان شدن، دیرتر به بازار کار وارد شدن و دیرتر بازنشستگی خودشون رو پرداخت کردن. در مورد این بیمه مفصل توی ویدیوی خودش راجع بهش صحبت میکنیم. یکی از محبوب ترین بیمه هایی که توی آلمان وجود داره بیمه های تکمیلی و درمانی تکمیلی مثل بیمه دندون. افرادی که توی آلمان زندگی میکنن میدونن که خدمات دندون پزشکی توی آلمان خیلی گرونه و هر سال هم بیمه های دولتی دارن پوشش خدمات دندون پزشکی خودشون رو کمتر میکنن، یعنی افراد باید از جیب خودشون پول بیشتری رو بدن. پس داشتن یک بیمه تکمیلی دندون خیلی کمک میکنه که شما خدمات دندونتون رو خیلی راحت‌تر انجام بدید و پیش هر دکتری که دوست دارید برید و اگر هزینه‌هاش هم حتی چندین هزار یورو میشه یادتون راحت باشه که شما با پرداخت ماهیانه یک مبلغ خیلی کمی
کمی میتونید از اون خدمات بهره بگیرید. یکی دیگه از بیمه‌هایی که وجود داره Reise Krankenversicherung یا بیمه درمانی مسافرت. یعنی وقتی شما به کشور دیگه‌ای مسافرت می‌کنید، اگر اتفاقی برای شما بیفته، تمام هزینه درمان شما، حتی شاید برگشت به آلمان شما، هزینه بلیت شما، هزینه ترانسفر شما از هتل به فرودگاه و از فرودگاه به محل اقامتتون و یا بیمارستان رو این بیمه پرداخت می‌کنه. یکی دیگه از بیمه‌های خیلی مهمی که وجود داره Unfallversicherung، یعنی بیمه حوادث، مخصوصا برای بچه‌ها و خانم‌های خانه‌دار. چون مثلا اگر خانم‌ها در حین کار در خونه اتفاقی براشون بیفته، هزینه‌هاش رو تمام و کمال بیمه پرداخت نمی‌کنه. یا مثلا اگر بچه‌ها بیرون دارن بازی می‌کنن یا توی خونه دارن بازی می‌کنن، اتفاقی براشون بیفته، باز هم بیمه تمام و کمال اون هزینه‌ها رو پرداخت نمی‌کنه. شاید خیلی‌ها بگن که با همین بیمه درمانی دولتی آلمان که تمام هزینه‌ها پرداخت میشه. بله، ولی خیلی هزینه‌ها و هزینه‌های جانبی پرداخت نمیشه که توی ویدیو Unfallversicherung مفصل در موردش صحبت می‌کنیم. یه مورد دیگه‌ای که آلیانس به خاطر پشتوانه و سرمایه‌ای که داره، یکی از بزرگترین و قوی‌ترین شرکت‌ها در این زمینه است، حساب‌های پس‌انداز بلند مدت، مخصوصا برای بچه‌ها. به این صورت که شما با یک هزینه ثابت ماهیانه یک حساب پس‌انداز، یک قلک برای بچه باز می‌کنید و بعد از گذشت چند سال سود سالیانه‌ای که روی این پولی که شما پرداخت کردید ماهیانه اومده، یک پول چشمگیری میشه. و در حال حاضر آلیانس بیشترین سود سالیانه رو به این حساب‌ها پرداخت میکنه. در مورد حساب‌های پس‌انداز بچه‌ها هم حتما توی ویدیو خودش مفصل در موردش صحبت میکنیم، چون خیلی ویدیو جذابیه. یکی از اتفاقات جذابی که آلیانس داره، پکت محافظت از بچه‌ها یا کیندرپولیس. این پکت محافظت از کودکان از مبالغ خیلی کمی شروع میشه و پدر مادر خیالشون راحته که اگر اتفاقی تو هر زمینه برای بچه‌هاشون بیفته، یه پشتوانه قوی مثل آلیانس رو داره و در کنارش برای بچه‌ها پول هم پس‌انداز میشه. توی ویدیوش مفصل در موردش صحبت میکنیم. باز یکی از مهمترین بیمه‌هایی که اینجا وجود داره برای کسایی هستن که زلبشتندیش هستن، مغازه دارن، شرکت دارن و میتونن شرکتشون و مغازهشون رو در برابر ریسک‌ها و ریزیکاهایی که وجود داره بیمه کنن. همینطور همین افرادی که به صورت شغل‌های آزاد کار میکنن میتونن خودشون رو به صورت پریوات، یعنی به صورت خصوصی بیمه درمانی کنن، که کسایی که توی آلمان هستن میتونن تایید کنن که چه اختلافی بین خدماتی هست که به افرادی که بیمه‌های خصوصی درمانی دارن داده میشه از توسط بیمارستان‌ها. متاسفانه اینجوری البته، ولی به هر حال میگن هر چقدر پول بدید همون قدر هم آش می‌خوری. واقعا اختلاف بیمه‌های خصوصی درمانی و بیمه‌های دولتی درمانی زمین تا آسمونه توی آلمان. دنیای بیمه یه دنیای خیلی وسیع و بزرگیه، ولی برای اینکه از حوصله این ویدیو خارج نشه، فکر می‌کنم تا همینجا کافی باشه. توی ویدیوهای بعدی تک به تک محصولات بیمه آلیانس معرفی می‌کنیم و میگیم به چه دردتون می‌خوره، اصلا لازمه داشته باشید و یا نه. اگر شما خواستید در مورد بیمه اطلاعات بگیرید، توی کامنت‌ها بنویسید. اگر در مورد این بیمه‌هایی هم که گفتم تا حالا تجربه‌ای داشتید توی آلمان و خسارتی ازشون گرفتید، حتما توی کامنت‌ها بنویسید. میتونه برای دیگران هم جالب باشه. هر سوالی، هر چیزی هم که بود در مورد بیمه‌هایی که دوست داشتید صحبت کنم، حتما برای من کامنت بذارید. اگر مطالب این ویدیو براتون مفیده، سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، زنگوله رو بزنید و این کانال رو و کانال اینستاگرام رو به دوستان فارسی زبانتون معرفی کنید و افراد بیشتری بتونن در مورد بیمه توی آلمان مطالب بیشتری رو یاد بگیرید. امیدوارم که این مطالب به درتون خورده باشه. See you next video. Ciao.